قرآن کریم باید یاد بگیره. او را هم یاد بگیره دیگه بر مومن مسلمان. اما خودت خب مسلمان قرآن میخوانیم، شعر حیوان است. بله بله شعر حیوان است، حیوان است. میگم شعر حیوان است. دوم داره شعر. شعر شما مثلا جسارتتان نمیگن. خودتان حیوان نیست، انسان است. با عزت باشی قاری صاحب دنبال کنه، فالو کنه که بغل جنت هم هست، تنها دوزخ نیست، اونجا به درد میخوره. گپ نیست یا خواه نمیفهم، تبلیغاتی بودن هرچی بودن، واقعیت خیلی یک تعداد به علم و بدانش بیادر همی آدم از تاجک طبقه را یا هر هدفی که داشت تا کاپیسا میگه که مثلا بعد تعلیرم شعر الله میگن نه؟ اسد الله میگن. بله بله قبولم. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هم اسد الله و اسد الرسول میگن. اینی آدم که میبینی عکسش از اونجا ما احترامش داشتیم، ولی تا زمانه که بعد سریا فامید ایمان تبدیلش کرد استاد عطا را میگویم. به خاطر چی؟ که خیلی از خوب پنجشیری کده خدمت کرد به پنجشیری ها، از خوب کاپیسایی پروانی کرده. به خاطر چی؟ یک تعداد با یک کشور با درس بیادر بورسیش یا خرچ لوازمش داد بازم. ولی که هر که هر هدف داشت که به کجا برسه، هر که هدفش کار میکنه او با والله اعلم، والله اعلم. یک چیز استاد ستر جنرال صاحب، شما از ما زیاد سوال کردن از حلال حرام. الان شما خودتان میگین ما نشه میشیم، میگین این نشه حرام نیست؟ نشه حرام است که بعد کل دهانیاتون حرام، ولی ای که مولا و استاد عالم ما هم زدیم و ای که در منطقه ما در زمین ما کشت میشه، بگو در سرزمین اسلامیت که افغانستان از مرکب بکشید آسمانو برید در زمین این بری با آمدم بعد نه مجا مرکت شدیم. چطوری جیری با تریلیون بیادر میلیون تیلری بار شوه در زمین ها چهر سقه تریاک بابا ما حرام باشه، کل ما و امریکا و کل چیز بیادر به کشورها صادر کنیم. همین خداییش از ایجا همون مسلمان ها در جزیره پاپوتین، در جزیره پاپوتین زیر سن برده باشن بیادر پیسه بگی و تا وطنی بچه دوزی و اشتک دوزی پاپوتین هم ایمان کرده، نپوستین کرزه ایمان کرده تو جا اشتکار بطن. خب آیا اون کار در اسلام سخت جواب باید آدم داد پیش خداوند، یا تنها اینه که بعد جانم کل مردم گفتیم نزنه پیسه تان میره جانتان خراب میکنه حرام است، ولی یک شات از مکه تو از نگاه شریعت بس کردیم کسی تریاک و پوده رو بکید نکردیم، ما از زمین زدیم. چه شده از مکه جا پلید کفر گفتیم خدا اینا خواسته؟ نه نگفتن مقصد به شما ضرر میتن، چیزی که ضرر میره حرام است. اینه دیگه حرام میفهم. آیا در فتوای وطن چه میتی که فعلا بجای گندم جواری تریاک و چرس کشته میشه؟ بیاد ایره با تریلیون ها بیادر بیلیون بیادر بسوار زمین نبود. ما خودم 18 سال از ترکیه است ندیدم، نباشه که تو چیزی که ضرر میره حرام است میفهمی. حرام مطلق است، اینه که تنهایی چرس چیزی که به ضرر به انسانیت بده حرام است. او را خوب را که هر کسی میپرد. تریاک جرمش بالاتر است یا چرس؟ بگو کدامش راست میگه؟ اردویش هم که ضرر میتنی؟ خیر ضرر میتن گمش بچه داشت نمیره. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمیگه که کل مسکر حرام